فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی ما سوال کردن در مورد مشروب خوردن. میگن اگر انسان مشروب بخوره و قصد داره که بعدا توبه بکنه، نمازش چطور میشه؟ نمازش درست است یا نیست در این ایام؟ اگر مشروب بخوره و قصد داشته باشه، یعنی قصد داره که بعدا توبه میکنه، یعنی امیدوار هست که متیقن هست که چند روز دیگر زنده می باشه و توفیق توبه برایش میسر میشه، یا که بعد یعنی بیننده عزیز که این سوال رو داشتن، این نقطه قابل توجه و نقطه مهم هست که باید متوجه ای بوده باشن، چون انسان در هر لحظه عمر که الله تبارک و تعالی او را متوجه کار خیر میسازد، باید سبقت داشته باشه به کار خیر و انسان در حد توان خود باید تا آخرین لحظه ها کوشش بکنه که خود از گناه نگاه داشته باشه و اگر در حالات از او گناه صورت میگیره و سرزد میشود، اونجا باید هرچی عاجلتر از او توبه کند، نه که توبه خود را به بعدها بگذارد. هم قسمه که برادر یوسف علیه السلام هم گفتن یوسف بکشید بعدها توبه میکنیم. این باعثی ارتکاب یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ با اونها شد و قسمی که علمای اسلام فرمودن که التسویف جند من جنود ابلیس، سوف یعنی بعدتر ما توبه میکنم، بعدتر میخوانم، بعدتر کار خیر میکنم، یکی از لشکرهای ابلیس است. پس این یکی از وسوسه های ابلیس است که باید از این خود را دور نگه داشت. و در مجموع کسی که شراب می نوشد، طبق که حدیثی که در سنن ترمذی و دیگر کتاب های حدیثی آمده، یعنی حتی در بعضی روایت میگه تا به 40 روز نماز او قبول نمی باشه. پس یکی از جمله و یعنی جرایم بزرگی جرم شراب نوشی و چیز نشان میده. و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شأن کسی که مدمن شراب است، یعنی معتاد به شراب نوشی هست، در شأن اون میفرماید که کسی که با این حال از دنیا وفات میکنه، الله تبارک و تعالی در روز قیامت با نظر رحمت به سوی او نگاه نمیکنه.